قماندان حسیب، قماندانی که تنها نشر ویدیوها و تصاویر او از قله کوههای هندوکش سبب ترس در دل طالبانی‌ها شده است. عضو پلیس طالبان در پنجشیر ویدیویی از خود در هندوکش نشر کرد. به دنبال انتشار ویدیویی از فرمانده حسیب، فرمانده جبهه مقاومت در کوههای هندوکش، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در ولایت پنجشیر هم با همراهانش به کوههای هندوکش رفت و تصویری از خود منتشر کرد. او گفت که حضور آنان در کوههای هندوکش پیام امنیت دارد. سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در پنجشیر روز سه‌شنبه 29 جوزا با نشر یک فیلم کوتاه در صفحه ایکس خود نوشت که با نیروهایش به کوههای هندوکش رفته است. در این تصویر معلوم می شود که او و چند جنگجوی طالبان سوار بر چند خودروی نظامی در راههای قله‌های هندوکش را گشت می‌زنند. عابد فاروقی نوشته است که امروز با سپاهیان سرسپرده محمدی به کوههای هندوکش رفتم که در کنار منظره زیبا پیام امنیت با خود داشت. به نظر می‌رسد این مقام امنیتی طالبان در واکنش به ادعای یک فرمانده جبهه مقاومت ملی مبنی بر حضور در کوههای هندوکش به این کوهها رفته و این فیلم کوتاه را منتشر کرده است. حسیب قوای مرکز، یکی از نیروهای جبهه مقاومت ملی، با نشر یک فیلم کوتاه در صفحه ایکس خود مدعی شد که در کوههای هندوکش حضور دارد و مقاومتشان علیه طالبان ادامه دارد. در این فیلم کوتاه چند نیروی مسلح جبهه مقاومت از جمله خالد امیری هم دیده می شود. اخیراً در روزهای عید هم عکس‌های شماری از فرماندهان جبهه مقاومت ملی به شمول منیب امیری، حسیب قوای مرکز و خالد امیری از جبهاتشان منتشر شدند. حسیب قوای مرکز روز یکشنبه 27 جوزا در حساب ایکس خود نوشته است که در قله‌های هندوکش قرار دارد.